اگر مردم می‌دانستند که در اذان گفتن یا اذان را در مسجد شنیدن و در صف اول را اشغال نموده و نماز خواندن چقدر فضیلت است، چقدر نعمت خدا نهفته است، اگر برای اذان گفتن یا برای صف اول انتخاب نمودن خرعه پرداختن لازم میشد، خرعه‌پردازی میکردن. ببینید اگر بشر که این مردم میفهمیدن که چقدر فضیلت است، چقدر ثواب است در گفتن اذان یا در شنیدن اذان در مسجد، قبل از آن به مسجد جمع آمدن و در صف اول ایستاده و نماز خواندن، اگر لازم میشد خرعه‌پردازی میکردند، مرتبه و منزلت مؤذنین یا شنیدن اذان در مسجد یا که صف اول نماز را گرفتن البته که به دست می‌آورد. در دوام حدیث میگوید که اگر مردم می‌دانستند که در تهجیر، یعنی در اول وقت پیشین که همین نماز پیشین، نماز جمعه وقتش وقت پیشین است، با مسجد آمدن چقدر فضیلت، چقدر ثواب دارد، مسابقه کنان با مسجد می آمدن، شتاب کنان هر قدر کوشش میکردیم پیش از دیگری با مسجد بیاید. و اگر مردم می‌دانستند که در نماز خفتن و در نماز بامدادی که در مسجد ادا کرده می‌شود چقدر فضیلت ثواب خداوند گذاشته است، اگر باشد که پاهاشو کار نمی‌کرد، مثلا شل باشد یا مفلوج باشد، شکم‌بلند شاید در مسجد می‌آوردند و می‌رسوندند. ببینید اگر می‌دانند در نوبت اول از برای اذان می‌خواست پیغمبر. امام بخاری نامی در همون ابتدای در باب فضیلت اذان وقتی که صحبت می‌کند، همون نامی همون باب نامگذاری می‌کند که حضرت سعد وقتی که اختلاف شد در میان لشکریان اسلام در قادسیه خرعه‌پردازی کرد، کاری که خرعه چی به باید کدام مسلمان اذان می‌دهد. وقتی که درباره حضرت عمر صحبت می‌کردیم و حرب قادسیه را برای شما مفصلا بیان کردیم یادتون باشد. حربی که مسلمان‌ها الحمدلله فارس را شکست دادند، دولت ابوالفضل وقت را، حربی که مدت 36 ساعت طول کشیده است. 36 ساعت مسلمان‌ها حیدر هم یک لحظه استراحت و کرده جنگیدند. اما در همین قادسیه برای مسلمان‌ها اختلاف شد. هر گروهی معظم خیلی پیشنهاد می‌کردند، هر کس دعوا می‌کرد که من می‌خواهم اذان دهم، صدای من بهتر است، صدای من شنواتر است. حضرت سعد بن ابی وقاص سرور لشکر مسلمانان بود، سرلشکر بود. امام بیهقی را یک حدیث روایت کرده است. نزد سعد بن ابی وقاص مشکلات اومدن، هر کس اختلاف خودش وقتی که بود سعد برای اون فرمود که آخر فضیلت اذان گفتن تا به حدی است که پیغمبر این سخن مختص کردن، مردم می‌دانستند که در اذان چقدر فضیلت ثواب است. خرعه پرداختن از همین خاطر بود برای رفع اختلاف بعد آن خرعه‌پردازی می‌کرد. خرعه به نام کسی که برآورد تا اینکه آخرالامر خرعه به نام یک شخصی برآمد از اعراب، همون شخص اذان آورد. ببینید چقدر فضیلت است، چقدر ثواب دارد. خب اون دو قصه دیگری حدیث که وابسته با نماز هاست، نماز پیشین، نماز خفتن بامداد، انشاءالله ولی بعد هر کدام در موضوع خودش باید شرح توضیح می‌دهیم. خب حدیثی متفق علیه است. بخاری و مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت می‌کنند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: اذا نودی بالصلاة ادبر الشیطان وله درات حتی لا يسمع الأذان. وقتی که اذان نماز گفته می شود شیطان می‌گریزد، شیطان مردم و شنیدن آواز اذان می‌گریزد، چنان به شدت می‌گریزد که حتی بادش می‌گوید
و میره خیلی وقتی که مشینت میگریزه بروش در پاری زیاد است بادش بلده میده از خطاش بادش خونیش بشود ولی انشاءالله در این موضوع بسید ایال را صحبت میکنیم ببینیم میگریزه چرا میگریزه چرا از نماز میگریزه و از اذان میگریزه ما گفتیم که اذان فضیلت‌های داره که یعنی خصوصیت داره که نماز داره همون خصوصیت همین گریختن شیطان است در هنگام نماز خوندن شیطان نمیگریزد اما وقتی که اذان گفته بشود شیطان میگریزد چرا؟ علامه ابن حجر اسقلانی در شرح مشهورش فتح الباری خواهی چندین از علمای اسلامی را در این موضوع آورده است چرا شیطان میگریزد؟ سبب گریختنش چیست؟ و بعضی روایات میگویند و او خاطر میگریزد این معلوم که فرد روز قیامت گواهی به اذان مؤذن ندهد وقتی که مؤذن اذان میدهد هر کسی که صدای او را میشنود خواه انسان باشد خواه ملائکه باشد خواه جن باشد خواه شجر و خواه مدر باشد خواه سنگ و خواه درخت هر روز قیامت گواهی به ایمان همه شخص میدهد شهادت میدهند در نزد پروردگار و مسلمان بودنش این معلوم با او خاطر میگریزد که از برای مؤذن گواهی نگیرد یعنی مؤمن بوده صدای اذان گفت مردم را به نماز فرد ببینید در بعضی روایات دیگر از بعضی دیگر بزرگان میگن که گریختن شیطان از او خاطر است که از آن ابتدای نماز است دعوتی به سوی نماز است و به بهترین الفاظ و ذکر خدا شهادت لا اله الا الله شهادت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام می‌پذیرد از همین خاطر شیطان می‌گریزد برای شیطان شنیدن این صدا بی‌نهایت مشکل است بی‌نهایت دشوار است شیطان همیشه جان می‌کماند که مردم از نماز گریزاند جان می‌کماند که مردم از خدا دور سازد اما از آن مردم به سوی خدا دعوت می‌کند از آن مردم به سوی مسجد دعوت می‌کند از این خاطر شیطان مردم در دست تعلق خدا دور خدا کرده و می‌گریزد از علامه ابن جوزی نیز روایت ها آمده است راحت کردن مضمون که چرا شیطان میگریخته است سبب گریختنش در چیست میگوید از آن صدایی است که ملائکه 7 آسمان آن را میشنوند از ما فقط دو صدا و ملکوت میرسیده است اول صدای اذان خواندن صدای قرآن خواندن بود همین صدا رو ملائکه ها میشنیدند در 7 آسمان از این خاطر برای شیطان بسیار گران است بسیار مشکل است شنیدنش ولی بزرگات از همین خاطر میگه باد میبرارد تا اینکه اون صدای اذان نشنود تا اینکه گوش صدا باز شود از همون صدای گوشخرا شد از همون مقصد عملی موجودی شد صدای اذان نشنود بزرگداشت خدا شهادت به وحدانیت پروردگار شهادت به پیغمبری محمد صلی الله علیه و سلم شهادت به دعوت به سوی نماز رستگاری را نشنود مقصد قول سخنها زیاد هستند اما یک همین فضیلت برای اذان بس است که ببینید شیطان میگریخته از با مجرد شنیدنش ابن جوزی میگوید غرض از گریختن شیطان آن است که در نماز ریا نیست در اذان ریا نیست ببخشید بعضا برای اذان نماز بگیم در اذان نماز در ریا نیست کسی اذان را بر ریا نمیگوید در صورت که نماز با ریا خوانده میشود چی بسا مردایی هستند که بر ریا نماز میخوانند از شرم حیا میخوانند برای خود نشانگیری میخوانند از همه خاطر هنگام اذان میگریزد زیرا که وقتی که انسان عمل به ریا ادا کند چنان حیبت خداوند در قلب شیطان نسبت اون انسان در دلش جا میکنه در دل شیطان که شیطان میگریزد از حرف میگریزد اگر ما عمل به ریا کردن شیطان جرأت نمیکنه بر ما راضی شود
متاسفانه سر تا پا در ریا و در کبر و غرور بوم است که از همین خاطر لقمه شیطانه، از همین خاطر در دسترسی شیطان قرار میگیره. مادام که از اون به ریا گفته میشود واقعا در از اون ریا نیست، از همین خاطر شیطان میگریزد. علی القاری بگه که وقتی که بالای خر بار بگیرن هنگام حرکت همون بارش از خطا برمدن بگیرن. شیطان هم همون بار برمدنش از همین خاطر است که برای شیطان بسیار باری وزنین از شنیدن ازان از صدا شیطان برمدن بگیرن. اما قول اصح اون است که اصلا جب در راه شیطان برمدن بود یکبار اشکال ندارد. قاضی عیاض گفته است که از بس که شیطان جسم دارد، از بس که غذا میخورد استعمال میکنند، پس برمدن شیطان بود از معقد شیطان هیچ مشکلی ندارد. اما در زبان عربی همین برمدن بود ضرورت به معنای شدت میآید، یعنی با سرعت ریختن میآید، به معنی اسراع آمده است. در بعضی روایاتی که امام مسلم همین حدیث آورده است در اونجا ذرات آمده است، مثلا در بعضیش مثلا قصاص آمده است، قصاص آمده است، یعنی گوشها را خوابانده دویدن با سرعت ریختن. فاذا قضی الاذان فضرب، وقتی که اذان خلاص میشه رو برمیگرده میآید. فإذا قضي الأذان رجع برمیگرده یا أخبر. فإذا ثوب بها حد، و وقتی که تصویب گفته بشود کنموز او بگریزد. اکثر علمان میگن که غرض از تصویب اینجا همین خامت گفتن است، اقامه ما در حال اقامه هم شیطان بگریزد. اگر شده که فقهای مذهب ما میگن که تصویب بین اذان و اقامت است. اذان مثلا 15 دقیقه پیشتر میگن، بعدا قبل از اقامه صلات مثلا کسی صدا میکنه که بیایید به نماز بیایید، همین تصویب میگن. اما صدا کردن و مردم بیدار کردن قبل از اقامت نماز همون تصویب است در نزد فقها. بعضی‌ها گفتند که همون قبل اقامت صلات گفته میشود کو قبل اقامت صلات در اقامت تصویب همون است. از بعضی‌ها روایت شده که در نماز بامداد الصلاة خیر من النوم میگوید همون تصویب است. اما قول اصح اون است که در اینجا اکثر علما میگن که غرض از تصویبی که در حدیث اومده است قامت نماز، یعنی قامت گفتن. هنگامی که قامت نماز گفتن میشه شیطان میگریزد. فاذا قضی التصویب احمد، و وقتی که قامت گفتن خلاص کردن برمیگردن شروع میکنن حتی یخزر بین المرء و نفسه یقول اذکر کذا کذا. در دل آدم وسوسه انداختن میگیرن، فلان کار به یادم بیاد، فلان چیز به یادم بیاد. تا آخر نماز شیطان انسان در وسوسه میاندازد، فلان کار نکردم، البته فلان چیز فراموش کردی، باید اون کار بکردی. بعد پرابلم‌های در نماز میبینی که در یاد پیش داری، کارو یک ماه بیشتر پیش نظر تو بدن میگیری. با خاطر چی؟ با خاطر این که نماز با حضور قلبی شخص ادا کرده نتونه. ابن حجر همینجا قصه حضرت امام اعظم ابو حنیفه را آورده است. ابن حجر از کجا میده؟ انما یعرف الفضل من الناس فهو، شخصای صاحب فضل بزرگ مثل خودش بزرگان میشناسند. اگر شده ابن حجر اصفهانی شافعی مذهب است، در فروعیات بین ما و بین شافعی مذهب اختلافات زیاد هستند. اما از بس که امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله را همچه یک شخصی متقی، همچه یک شخصی بزرگ قبول داشت، نقل امام اعظم ابو حنیفه را میکنند که بعد نزد حضرت امام آمده است گفته است که کمی تیبا داشتن در زمین در جای بوش کردن، قدر که فکر میکنم که یادم نمیرسد، نمیدون در قیاب آمدن همون جای پیم ها نموده قیاب از خاطر فراموش شد. چکار کنم؟
حضرت گفت ما فقیر هستیم تا از شکلیات سوال کنن از کجا گرفته در دیگر گوش کردیم اما دیگه بسیار محضوب شده شخص اما او بهترون یک بار بالا پیشان میکنه شب از خواب بخیز رفته که دل خاصی شب سیکاری شد طهارت کن و نماز کن کوشش کن که با حضور قلب به یکان اندیشه دیگر اون به سوی خدا توجه به سوی رحمت خدا را رسانه کن یکان چی در خاطر نگذار همه خوش یاد به سوی خدا بیاد بخواد انشاءالله خدا را مشکل تحلیل در بعضی روایاتی که در مناقب امام اعظم ابو حنیفه آمده است در اون ذکر می‌شود که حضرت امام فرموده است که شب و سحر نماز می‌خواند اما قول ابن حجر از تمام اون روایتایی که در مناقب آمده است واضح‌تر است این شخص می‌آید شبانه وقتی که دو پاس شب می‌گذرد برمی‌خیزد از جا طهارت بکند بعد او از سوی قبله در نماز در مناجات می‌شود در بین نماز دو خواسته یک کشون هستند که در جای کلام طرف برون بطرف فرو شد سراسینا و شیطان میروان چیزا را میکنه میگیرد روز دیگر پیش حضرت امام میگوید میگه یا حضرت گفتمش خوب میگه که قیصه که چی نباشد این مرد میگه شب وقتی که اما در نماز خواندن بودن در رکعت اول دو خطبه گذاری از این فرون درخت اون داشت. حضرت امام گفت من میدونستم که شیطان معلوم هرگز نمیگوید که تو در رکعت نماز به حضور قلب بخوندی. اگر تو به حضور قلب بخوندی از تمام نعمت دنیا برای تو احسن قسم بخورد. اما شیطان هرگز نمیگوید. یا در دل جان میکنه بیان میزنم که در فرون جو کرده چی خدمت تیز داره تلاوت میکنه. می‌بینید؟ يختر بين المرء وقلبه يقول اذكر كذا وكذا خلاص شو میگه پیدا بیار این مرد ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل این یکی کم صلا همه قدر وسوسه میانگیزه در قلب انسان که آخر الامر مرد گم میکنه فراموش میکنه که چند نماز خونست چند رکعت نماز خونست کم جوانمردای یک میشوند که در وقتی نماز خوندن در قلبشون همین شبهه‌ها وارد نشود که این چند رکعت باشد رکعت سوم باشه یا شبهه بسیار مشکل است واقعا چرا زیرا که شیطان هم وسوسه می‌انگیزد در دل چی فکرهای در سر بیاید در حین نماز خوندن همه این وسوسه شیطان است متاسفانه حضور قلبی که نداریم او قدر تقوا هم نداریم اکثر مردم بعد از نماز میپرسید که امام در نماز کدام سوره‌ها را قرائت کرده می‌داند یک مرد پسرش امر میگیرد که باشد نماز روز جمعه بوده است در نزد در مسجد آماده داشت وقتی که مردم نماز خواندند و خارج شدند خانه دعوت شد نام داشت از خانه کرد بعد نماز نیم ساعت پس پسرش سه کسی همراهش گرفته بیاورد میگه باشم مردم نگفتیم پیش ماشین رفتیم رفتم نگفتیم گفتم که یا رو عرض شد آخه خوب در سر نخواهم سه رفت در نماز جمعه باشد گفت یا پدر هر کسی که اگر این مسجد رومد سؤال شده که همین امام در نماز کدام سوره‌ها را قرائت کرد کسی نمیدونه و استثناء سه نفر هست نماز خوندن سه نفر میاد همین هست شکلی کنه این وسوسه شیطانی است از همین خاطر فضیلت از اون آمده که همین شیطان معلوم همه دلیل است چقدر فضیلت دارد چقدر بزرگی دارد حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکند حدیث امام طبرانی در معاجم 36 آورده است اذا اذن في قرية أمنح الله عز وجل من عذابه ذلك اليوم پیغمبر میگه وقتی که در کشراق صدای اذان صدا میدهد اذان گفته و مردم به نماز دعوت کرده بشود باشگاه خداوند
عذاب و غضب خود را از بالای او دیه و اهل او دیه همه دور نکنند. عذاب خدا چی است؟ زمین جنبی. عذاب خدا چی است؟ اومدن مثلا سیل. عذاب خدا چی است؟ اگر عذاب خدا رو بیاره سرم نمیره بلوی سری برد. آبخیری ها همین عذاب خدا هستند. بیماری ها، دور شدن مردم از رحمت خدا، کم شدن رزق و روزی، وقتی که در مکان موضع در یک شبانه روز 5 روز صدای اذان اعلام داشته بشود و گفته بشود، خداوند عذاب خش از سر هم مردم دور می‌سازد. امروز شکایت می‌کنیم در موسم بهار و تابستان وقتی در اکثر دیهه‌های تاجیکستان نماز نیست در مسجد، نماز ترک می‌کنند. بهانه‌اش اینه با کار مشغول هستیم. صاحب اون کار خلاص، صاحب اون رزق و روزی خلاص. اگر تو عبادت خدا را صرف نظر نکنی بخواه، مگر صحابی ها کار نداشتن؟ مگر زندگی نداشتن؟ مگر در حیات نبودن؟ در تمامی فراز و نشیب حیات با مردم نبودن؟ شب ترک نماز می‌کردن، شب ترک جماعت می‌کردن. در حالت جمع بارها به شما گفتیم که نمازش را ترک نمی‌کردن، در صورتی که دشمن مواجهه بودن. از معلوم گرده که امروز ما در همین دستیسه شیطانی گرفتار شدیم. شیطان وسوسه می‌دهد که برای کشتی کار شما می‌تونی نمازه. اما یک شخص سالم و صالح پیدا نمی‌شود که در این مسجد باز کند و از آن دهد مردم به نماز دعوت کند، بگذار خودش تنها نماز بکند. حسن بخدا قربان بگو از منبر رسول الله در جنازه رفتیم به یک دیهه، منتظر نماز جنازه در مسجد شیشته وقتی پیشین شده کسی پروای پیشین نداره. یک نفر از مهمانا را گفتیم اذان دادن در مسجد، درون مسجد نمازخوانی اومده، همین کژدم پوست پرداخت است، پوستی کژدم در نزد محراب. من با چشم خودم دیدم اخراج به احالتی ها بگه نسبت نماز باشد. اگر یا اولاد زنده باشد در اون کشور لا اقل یک شخص جای عذاب بدن، لا اقل خودش با تنهایی در اون نماز شده کنن، انشاءالله خداوند عذاب و غضب شخصی اون مردم دور میگیرن. اما وای سر افسوسی در فکر زندگی هستیم، از تنگی روزگار در حراس هستیم، اما از غضب خدا پروا نداریم، از عذاب خدا پروا نداریم. قسم خدا اگر مردم همچنانی که از فقر تنگدستی و گرسنگی می‌ترسند، از غضب خدا و از دوزخ خدا می‌ترسیدند، هیچ داخل دوزخ نمیشه. همچنانی که از وضعیت روزگار می‌ترسند، از خدا می‌ترسیدند، هیچ تنگ روزگار نمیشه. خداوند بسیار مهربان است، اما ما به استقامت شده‌ایم می‌ترسیم. از اذان بودن چی فضیلتی داشته است؟ اذان خدا را از سر اهل اون محل دور می‌سازد است. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، فرزند حضرت عمر، فرزند رشید صحابه بزرگ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، روایت می‌کند که یغفر للمؤذن منتهى اذانه و یستغفر له كل رطب و یابس سمع. مؤذن آمرزیده میشود گناهاش و مقداری که صداش میرود. هر قدر که صداش رسوتر باشد و بهتر بود، همون قدر گناهاش بخشیده میشود. و طلب استغفار میکرد از برای این مؤذن تمام اشیایی که صداش میشنود، هر کار خشکی که صداش میشنود، هر جاندار و بیجانی که صداش میشنود. الحمدلله که در شنیدن اشیای بیجان ما شکی نداریم، زیرا به حدیث‌های صحیح ثابت شده است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید ان بمکة حجر کان یسلم علی لیالی بعثت. در مکه یک سنگ است که
که وقتی که خداوند ما را با پیغمبری مبعوث کرد بر من سلام می‌داد، الصلاة و السلام علیک یا رسول الله می‌گفت. هیچ اشکال ندارن از این که تمام اشیاء را ذکر خدا می‌کنند. پس این نیست که طلب استغفاری همون معاذی نکنند که خداوند گناه‌هاش را مغفرت کند، گناه‌هاش را ببخشد. این درباره معاذی ببینید چه فضیلتی دارد. از حضرت براء بن عازب صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت آمده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: ان الله و ملائکته یصلون علی الصف المقدم والمؤذن یغفر له بمد صوته ويصدقه كل من سمع من رطب ويابس وله مثل اجر من صلى معه. حضرت میگه خدا و ملائکه های خدا بر مسلمانان و نمازگزارانی که صف اول اشغال میکنند و میشینند صلوات میفرستند. خدا و ملائکه های خدا بر صف اول نمازگزاران صلوات میفرستند. شما زیرا اونها هم کاری که معروف گذاشتند و نماز قبل از دیگران اومدند. با مقدار درازی آواز، رسایی آواز، گناه‌های معظم آمرزیده میشود. فردا روز قیامت هر کسی که صدای این معظم شنیده است، خواه انسان است، خواه ملائکه است، خواه جین است، خواه حیوان است، خواه سنگ و آب و کلوخ است، همه فردا روز قیامت تصدیق میکنند. ایمان و با مقداری که نمازخوان در مسجد جمع میشود، اجر و ثواب در نامه اعمال معاذی نوشته میشود. اگر فرضاً با صدای اذان او 1000 شخص در مسجد جمع آمدند، ثواب 1000 نماز در نامه اعمال معاذی درج می‌شود. این فضیلت معظم هاست. ببینید چقدر فضیلت بزرگ. حدیث امام احمد با اسناد حسن روایت کرده است. در جای دیگر اومده است از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما، پسر حضرت عباس پسر همچین پیغمبر شان متصلات، که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: من اذن 7 سنین محتسبا کتبت له براءة من النار. هر کسی که 7 سال به خاطر خدا اذان می‌دهد، برای او خط آزادی از آتش دوزخ نوشته می‌شود. خداوند از دوزخ او را نجات می‌دهد. شما باش. و شرطی که 7 سال به خاطر خدا اذان می‌خوانده شود. حدیث امام ترمذی روایت کرده است. جای دیگر روایت می‌کند از حضرت عبدالله بن عمر: من اذن 12 رکعة وجبت له الجنة. هر کسی که 12 سال به خاطر خدا اذان می‌دهد، برای میانه، برای پروژه به خاطر خدا اذان می‌دهد، بر اون جنت خدا واجب می‌گردد. و کتب له بتعظیمه فی کل یوم بتعظیمه فی کل یوم 60 حسنه و لکل اقامت 30 حسنه. هر روز برای هر یک اذانش 60 حسنه در نامه اعمالش نوشته می‌شود. برای هر یک قامت گفتگیش 30 حسنه. از این خاطر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: المؤذنون اکبر الناس اعناقا یوم القیامه. مؤذن‌ها به فردا روز قیامت در صحرای محشر بلندگردن‌ترین مردم، گردنشو از همه درازتر است. غرض از گردن دراز چیست؟ چرا بلندگردن بود از پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ احوال زیادی اومده است.
حتی در بعضی روایات اومده است که فرض روز قیامت به درجه هوا گرم است که مردم در آب و عرق خودشون ادغام میکنند. وقتی که آب به دهان معصوم میرسد اگر جدا شدن میگیرند تا اینکه همون عرق در دهنش نرود، در همون آب عرق خود غرق نشد. در بعضی روایات دیگر اومده است که معصوم‌ها از همه بیشتر جمال بی‌مثال خدا را مقایسه می‌شوند. از همین خاطر گردن‌هاشون بلند می‌شود، از همه قدرشون بلند می‌شود. اما حال اصل آن است که بلند گردن یعنی که سادات هستند، آدم‌های با آبرو و عزت، شخص‌های معتبر، پیشوا، همین شخص‌ها را بلند گردن می‌گویند. در زمان فارسی و تاجیکی ما نیز این کلمه به همین معنی استفاده می‌شود. رحمتی پدر یک قصه می‌گوید. می‌گفت که در آن کلیسا مردم وقتی که گاه‌وارو در ایام قصر بودند برای همون جمع کردن روغن خروط و دیگر ایام می‌رفتند، یک تنبیه‌ام یک پسر بچست بعد پسر چه هوایی زن نشسته دوسیه می‌کنه به ایام و نصیحت می‌کنه بخورم که میشم میگه بچه سرخوی بلند گردن بودن بیا این تو سرخوی بلند گردن بیا این بیشورم این باروهای فرانسوی را سرکشان نمیره تصویص اثر مردم این موزایی میشه بعد میره جای هم که روغن جمع کنه و خروج جمع کنه و ذخیره زمستون جمع کنه هر چی که جوشی دست گیری دست خریباک و روغنی زرد دیگر خوب دست شکی دست کتا شدیده از اون طرف مردم میونم در خراب خوابشوهای خرود بار کردگی و در خم و خمبهاش و روغنی زرد جمع کردگی میویم همش ذخیره قدیم اینا با همین باطل میرفتن مردم کلیسان اشاره کبیر اگه سری رحمه باید بچه چند خرک میتاست رفتست برای بار آوردن میبینه که در خری پیشنگیش و 6 سوره در خری تفاقی شهره میشد دیگر خراب همه خالیبان ایپش دو بادیستیم و این میگه میگه روز سیاه و شب و نمیتون که سرخوی بلندگردن بیایید میگه اما حالا سرخوی بلندگردن نشیدم این خفاقه ای دورا شدم حالا سرخوی بلندگردن نشیدم میگه خوب در سرم که مقصد من این که سرت برم بیو شرمنده نکنی مردم که یک شرقه جمع کردن تو چه دو شرقه جمع کن مردم یک خرقه خروج جمع کردن تو دو خرقه کن رفتی که بخور در طلب بشکل شرمنده همین از اینها بلندگردن‌ترین مردم یعنی از سادات هستند شخصهای معتبر هستند شخصهای بزرگ هستند زیرا که مردم به نماز میکنند اینا در مقابل شیطان هستند شیطان مردم را سوی گمراهی میکند و سوی ضلالت و بی‌نمازی میکند در صورتی که از این مردم را به سوی نماز دعوت میکند و سوی خدا دعوت میکند از این خاطر خدا را خوش می‌دارد خداوند دوست می‌دارد معظیم ها حضرت عبای ابن عمر روایت میکند از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود یعجب ربكم من راعي غنم في رأس شبيه بجبل يؤذن للصلاة ويصلي خداوند میگه خوشش میآید از چوپانی که در سر کوها گاو و بالا شده شبانه و وقتی نماز کشد از آن میگه بعد از او در نماز میایستد عبادت خدا را انجام میده یقول انظروا الى عبد هذا خداوند با ملائکه میگفته است شما نظر کنید به همین بنده من انظروا الى عبد هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني از ترس من از محبت من این بنده از آن گفت همه چیز شهید گرفت بعد از اون عبادت من انجام داد بزرگترین عبادت رو یعنی نماز رو خواند لقد غفرت لعبدی و ادخلته الجنة شما گواه باشید من گناههای شما گواه
گواهی ده که من گناههای مادر آموزیدم و داخل جنت شدم. وقتی که خدا وعده جنت این الله لا یخلف المیعاد، خداوند هر وعده خلاف نمیکنه. پس اخلاق فضیلت دارد از آموختن و نماز خدا را انجام دادن. حضرت ابو سعید خدری از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می‌کند که حضرت فرمود لو یعلم الناس ما فی تعدیهم لتضاربوا علیه بالسیوف. اگر مردم بدانستند که از آن چقدر فضیلت ثواب دارد، شمشیر گرفته از روی آن وظیفه و منصب مؤذنی را اشغال کردن به همدیگر می‌جنگیدند. اگر بدانستند که این مؤذن چقدر مرتبه و منزله دارد، با شمشیر به همدیگر می‌جنگیدند. این قدر مرتبه و منزله دارد. و شما قصه کرده که خشوع مسلمان‌ها اختلاف شده در بین شد، هر کس زبان می‌کرد که از آن امان بگیرد. امروز بعضی‌ها التماس می‌کنند دولت می‌کردند که او کسی دیگر می‌گه تو بخیر. هم مردم این مؤذنین اینه که مرتبه و منزله دارد، اینه که فضیلت دارد. باید بهترین قوم مؤذن باشد، باید خوش‌صداترین قوم مؤذن باشند. کسایی باید مؤذن باشند که وقتی که صداشون می‌گوید دیدی مردم گرم شود، مردم راضی شود مشروع نماز. الحمدلله که در ممالک اسلامی هر یک مؤذن بلند صدایی هست که میشنوی صداشو که بوم میزند. از هر آهنگ زیباتر است آواز اذان، صدای اذان. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لیؤذن لکم خیارکم، باید که شما را بهترین هاتون اذان دهند، خوش‌صداترین هاتون اذان دهند. انتخاب شدن حضرت بلال برای اذان قابل شده. ولی شما در موضوع ابتدای اذان شدن اذان که صحبت کردید و در این موضوع مفصل دانستید. و خاطر آن که حضرت بلال از همه صدا بلندترین بود، صداش بسیار بلند، آواز خوش داشت و پیش خدا محبوب بود حضرت بلال. شخصی که در اون حالت اذان مشخص احد میگفت، احد میگفت، سنگی و از دیر دران کفسان در برای سینه‌اش موندن احد بود. پس اون مقدم است از برای الله اکبر گفتن. بهترین ها باید مؤذن باشد. مؤذن باید صدای رسا داشته باشد، صدای رسا داشته که خوشایند باشد، مردم را دعوت کند. در کتب فقه وقتی که درباره اذان صحبت می‌رود میگن که چندین موضوع‌ها هست که هنگام غلط کردن در همین موضوع‌ها این کفر است. خدا نگهدار. گناه‌های عظیم دارد. اما متاسفانه قبول نشده. شخصی که مثلا سوریان نماز اذان می‌دهند برای اصلاح کردن اذانشون دست برای دست نمی‌گذارند. قبول ندارد. عیب است قسم خدا. چرا ما در حیات خود در معیشت خود اقرار حریص هستیم، اما در عبادت خود در توشه آخرت خود تا این درجه می‌رسیم من تعجب می‌کنم. همین سخنانی که اصلاح نمی‌شوند علاقه سین و سال رفته است یا سخنان بیهوده است والله. این سفسطه است. یک توتی را وقتی که 100 با 200 با یک کلمه را تبدیل کنید بگیرد، اما شخصی که عاقل باشد، خداوند عقل شده است، صاحب ایمان است، اشرف مخلوقات است، مثلا همون با تفریق خواندن اذان، با ترتیل خواندن، با ترسل خواندن اذان یاد نگیرد، البته یاد نگیرد، اما پروا نداره میگن همین به طور شروطی است. متاسفانه بعضا در بعضی از مسجدها شخصای را مؤذن گذاشتن، شخصای اذان میگویند که از عهده همین وظیفه شریف و بزرگ نمیگویند، جوابگو نیستند متاسفانه. پس کسی که جوابگو نباشد، کسی که قاعده و قانون اذان را رعایت نکند، گاهی به حالش که او ثواب نمیگیرد، فرد روز قیامت در عقاب کشیده میشود. هر کسی که از عهده اذان گذاشتن نمیبراید باید ندهد. نه که میگم این فکر است متاسفانه بعضی معذرین‌ها هستند که همون نه که را عمر آن را خطا میکنند. اسلام هم نمیکنند.
بعضیا صداشون به درجه گوشخراش است، به درجه ناپسند است که باور میره از شنیدن صدا مردم ملال میآید. از کجا گیرتر شود؟ از کجا رسول مسجد شیدابان بیاید؟ این مردم خدمت رسانه در اسلام میکنند. هر کسی که همین وظیفه معذوری را فهمید که شکایت پذیرا داشته است، میل را بخواهد میکنه در عمل کوشش کنه. اما الان تو میگذروه در پیش یک قولی بشه میگذروه جوهای غلط اصلاح بده. اما هر کسی از فعله این همه باید بهترش نکنه، در جان خود در جان دیگران جمع نکنه. اگر بشکه که از آن بسابای خوش بوده شد میکنه همه را جان میکنه حیات بودیم. اما اگر از آن خوش بوده کشش میکنه که زد بودیزن از آن تریتوریا. حضرت مولوی عقیزه وارد است در مسئله شریف. یک معظم داشت بس آوازی بد در میان کافرستان ماند. چند گفتندش مکن بانگ از آن و چند گفتندش مکن بانگ نماز که شود کین عداوتها دراز. یک معظم بسیار بد آواز است، آوازی بد دیر جگر یادم را پاره میکند. شاید سعدی یک هم بد آواز وقت قصه میکند در والله عالم در لیسان است، میگه گویی رگی جان بسیلت زخمه ناسازش ناخوشتر از آوازه مرگی پدر آوازش. وقتی صداش میگه میگه که میگه رگی جان پدرشی آوازش از آوازه مرگی پدر ناخوشتر، آوازه مرگی پدر ناخوشتر. کسی را کنم پدر نازدگی داشته چقدر روی ناخوشتر، چقدر مصیبتی بزرگه. صدای این میگه از همه آوازه مرگی پدر ناخوشتره. همین خیلی معظیمی میرسه در یک دیهه‌ای که در کافرستان بود است، در دارالحرب. تصور کنید که همه مردم کافرها در میانشون یک دیهه مسلمانان. اگر میخواد که بشاره مردم لباسش میگن بشد تعمیل بارا نگو تا اگر در درون یک بچه که از آن هیچ پایه است صدا تبونه نگید که آن کینه و عداوت نشود. چند گفتندش مگو بانگ نماز که شود کین و عداوتها دراز. او ستیزه کرده قصد احتراز گفت در کافرستان بانگ نماز. بعضی آدم یک روی ابله هست هر قدر نصیحتش می هم قدر زحم میکنه در کار. یک روز خلوتی دید در دروازه کسی رست برای مادران اومده با تمام همه آوازی ناخوشی صدا از آن گفت خلق خواهی شد زی فتنه آمه. مردم ترخش کنید آب شدن بازی بسر ما رو بیاید. خلق خواهی شد زی فتنه آمه خربی آمد کافر با جامعه شمع حلوا با شلان جامعه لطیف جمله آورده بی آمد چون علیف پرسان کین معظیم کو کجاست که صدا و صوت او را حفظاست. همه در قصد حلاس در یک کافر یک نشار کافر افتاری باشد یک برچه را بیتست در برچه را جامعه بستگی رو همه حلوا داره و با شعب میریتست زمان پیش که شراب نداد اما شعب نهایت قیمت رو حتی شعب بیرون نمیکرد معلومی سرمت شعب بیرون میکرد حیده آورد است اومد با هزار آزرکاهی که با اون معظیم را بیشان میده در آوازش سرکن اگر آوازش بسار فورا ما تو معقوم کنه بیشان میده حیانش من مردم یکی کجای صدای او را حفیظه است از صداش حیوان همون بیتوران را گرزه بعد این مردم شرح به وقتی تعجیب مردم دید دختره دارم لطیف و بس خبیر آرزو میبود او را مؤمنی هیچ این سودا نمیرفت از سرش خنده ها میداد چندی کافرش یک دخترک دارم میداد نور چشم بسیار دختر صالحه دختر خوبه آرزوی اسلام در اینش باید باشه همین دعوا را باید خیلی سلمان بشن همین
اگر کافرها رو پیدا کردن اینقدر همون کشیش‌ها را دعوت کردن نصیحتش کردن هیچ حسابا از سرش دور نشید. در دل او مهر ایمان افتاد همچنین جبرد و آمدم من شدود از همین اون که من بداد اومدم شرمدن بشم افتاد. این لعنتی بود کفرها ایمان آوردن و مسلمان شدن رو بود شرمندگی به حساب هیچ چاره می ندانستم در آن تا فرو خواند این معزین آن از آن. در علاج کار رو میگم با سر ماندم من که ناخواست همین مالک رحمتی آدم گفت خر چیست این مکروه بانگ که بروش آمد این بچاردان در همه امر این چنین آواز زیشت هیچ نشنیدم در این دیل و کنیشت. دختر میگه در تحریمه قلبی و شما که آواز خرید چی باشم این از رعدم آواز سرای بیگیتر در حیات بری موضوع هایی که آواز خریدی فقط کلیه نشنیدم این چیزا رو باشم. خواهرش گفتش که این بانگ از آن هست اعلام و شعار مؤمنان. خواهر خواهر میشه اصلا در زمان توصیح خواهر که بودن هم خواهری مزد میشه خواهری خوب اخرم خواهر گفتی همون صدای دعوت مسلمان ها که همدیگر رو کنماز دعوت میکنن خواهرش باورش نامد بپرسید از دیگر اون دیگر هم گفت آفرین کنم باورش نامد گفت تفرد بکنی اسلامی مسلمان دین به این بزرگی خطاب به این لذت چه بهتره که مثلا مردم ها فراموش شده که دعوت کنن هیچ جوابش نشه. یک کسی دیگر سوال کردن بله جوری تلمس بکن این شعار مسلمان ها از اون شعار مردم دعوت بکنن رسول نماز چون شنیدی را دلی او سرد شد چون شنیدی را روحی او زرد شد از مسلمانی دلی او سرد شد. راحتم این بود از آوازی او هدیه آوردم و شکر آمد کو وقتی صدای همین مردک شدید گفت دیرش اسلام کنم شد دیگه دعوانه میکرد من مسلمان بشم راحت منفعت من همین میگم نباشه خدا و شکر رو کشی رو بزرد ایهان خاطر هدیهش آوردم شو بوده جوری اومده کاری رو رسم بکرد گردمال و دک ثروت فردمه من دهانش رو پر از زر کردم اگر زور برد برسید من ثروتمند بشیم که 8 کیلو میکرد. و حضرت مولوی میگه هست ایمان شما زرق مجاز راهزن مانند آن بانگی نماز. احتیاط که این مسلمان را کاری نکنه ایمان شما اسلام شما مثل همون صدای آوازی معزیلی مدواز راهزن شود مردم از ایمان دور کنن مردم از اسلام دور کنن شما باید دامنه عبادت بشید. وقتی جای دعوت که ما الحمدلله مسلمان هستیم باید طرزی رفتار کنید طرزی معاملات داشته باشید که مردم بیر شامپون بزنن مردم موضوع کنن که ای کاش ما مسلمان بشید مردم باید رفته اسلام داشته باشن. اما وقتی که معقل قصصه کردیم وقتی که بس سخنی خمو خواهیم نباشیم وقتی میدونیم که خداوند رو حرام بوده از دروغ میگیم وقتی میدونیم که حق مردم بودن حرام است از تواضع میزنیم از نیت میزنیم وای با آنمو که ایمان بود در این صورت راهزن میشه و مثل همون بانک از آنی معظیم بود و باز بدخور مردم را دور میسوزن چی باز مردم احمق بی‌فراست هستن که میگن اگر ملو هم خیلی باشه یا فاجعه که باشه از ایمان شدیدن یا از حرام خود از کاری مطلع خود دست نمیبردن. این یک مصاحبه بود چندی از عالمان مسلمان و خشیش‌های مسئولی‌ها را دعوت کرده بودند از جمله از کلیسای پروسوی و کلیسای
کاتولیکی که در تاجیکستان واسطه نماینده ها بودن باز یک نفر دیگر بودن نمیدونم از کدوم کلیسا بود. بعد بیش از همه همراه هم برادران صحبت کردیم. همراهای ما دو معروف رویشون عبدالبصیر بود. صحبت کردیم تو همون شورا شدن مصاحبه در سرایوسط آیی و کارهای دین. بعد سوالشون کردن گرفتیم از انجیل کم تحقیق کردن و خواستن گرفتیم. خب به حالی رسید که یکیشو جواب بزنه بتونه از انجیل سخن گوید. و یکیش وقتی که بیرون اومده بسیار اظهار خوشحالی کرد. من نمیدونستم که ملوهای مسلمان با هم سلام در سر می‌دارن. چرم‌پوش‌ها انجیل میخونن، از انجیل مخبرن، حب رو در الحمدلله و به انجیل ایمان داریم. البته ما به همون انجیل ایمان داریم که با عیسی علیه السلام اومده است. در صورتی که همون انجیل امروز در دست شما نیست. شما انجیل‌های را کنه که آره 100 سال بعد دیگران نمی‌شیرن. انجیل را که حضرت عیسی در انجیل متی اومده است که در انجیل متی دیها و کوچه و سینگاگ و سینگاگ رشته و مردم تعلیم داد همون انجیل او انجیل در دستش شما نیست امروز متاسفانه. ما با همون انجیل ایمان داریم. این انجیل رو میخونیم برای اون که تحریفات را برای شما نشان بدهیم، کجروی و کرداری را نشان بدهیم و باید بخوریم زعفش کرد بود راستی که ما از خدا میخونیم. الان میتونم خطایی کنم. اگر تو باشد که از قرآن و خبر بشتی شاید خداوند هدایت بکرد مسلمان میشی. قصه بیشتر علی پولس خدا باش گفتیم والله اعلم پولس فی خلاصی و منقل خلاصی. اما بعد رو کشیش مقابلی پرستان در نشانه وقتی که از اسلام مخبر شد الحمدلله سال 1999 ایمان و مسلمان شد. پس باید در همه عمل در همه کار مسلمان پیشرفت باشد. مسلمان باید کسی دروغ نداشته باشد. مسلمان باید غیبت نکند. مسلمان باید بسیار برادراش القاب باشد. مسلمان باید در طلب علم همیشه خوشو باشد. زیرا این خلط تعطیلی که در اسلام اومده است باور کنید در یکان دین دیانت در هیچ جایی و در هیچ حرکتی نیست. در کدام دین اومده است که پیغمبرش بخواه باشد طلب علم برای شما فرض شد غیر اسلام. در کدام دین اول امری که خداوند میگه اقرا بخوان اجازه. در کدام دین میگه که خداوند درجه و منزلت کسایی را که صاحب این مثلا بلند می‌کنه. در کدام دین از این اسلام. اما امروز از همه بی‌سوادان مردم شده. پس امروز ایمان ما دعوای مسلمانی ما باعث گمراهی دیگر مردم میشد. و دعوا میکنن ببینید مسلمان میگن ما بنده خدا هستیم. مسلمان کسی میگن که بنده خدا باشد، بسته و تابع اوامر خدا باشد. در صورتی که نعوذ بالله بعضی اول خوب میکنن، بعد شراب میکنن، نماز نمیکنن، زیناکاری میکنن در هر قدم کشور. اگر همون تاجیکان مهاجر ما که در روسیه کار میکنن همه صالح میشن، همه در راه درست میشن، اصلا خدا نمیرسی هم سلام میشن. اما متاسفانه همه خراب را میبینن، احمقا را میبینن، زیناکارا را میبینن. بعد روستا هشبام شیرن زن خدا کفر در روسیه میگن وقتی اینا هم دعوای مسلمانی میکنن به تفسیش میگه الحمدلله مسلمان هستن. پس این اسلامی را اسلام نکرد بستن حجت نیست در این صورت میگن. از همین خاطر باید با همیشه رهنما و هدایتگر باشیم برای مردم. این بود صحبت شب در موضوع فضیلت اذان و فضیلت مؤذن و درباره اون که مؤذن باید بهترین خوان باشد، مؤذن باید خوش‌آوازترین خوان باشد. متاسفانه خواری‌ها در تعلیم قرآن بسیار کوشش و خرج می‌دهند، اما در همین موضوع اذان گفتن، اذان به صدای رسول و فوران گفتن بسیار کم اهمیت می‌دهند. چه بسا قاری مرتب هستند، چه بسا قاری اشکال هستند که قرآن را بغلط میخونن. الحمدلله در اذان گفتن که عملی چند کلمه است. مثلا این اذانی که مروج است الحمدلله ما قبولش داریم، اکثر مسلمان‌های عالم قبولش دارن. عملی 15 سطر و به عربی 15 کلمه‌اش میگه.
اگر الله اکبر یک سطر بگیم پس 4 سطر الله اکبر می شود، 2 سطر اشهد ان لا اله الا الله می شود، 2 سطر دیگر اشهد ان محمد رسول الله می شود، 2 سطر حی علی الصلاه و 2 سطر حی علی الفلاح. اگر جمع کنیم 15 سطر می شود. همین 15 سطر غلط بخونم، زیرا اعتبار نمیکنم، زیرا اهمیت نمیکنم. اصلا همین معظمین میراثی نیست، از فقط و فضل نمیگذارد. معظم کسی باید شود که صدای خوب بشنوده باشد، معظم کسی باید شود که شخصی با تقوا باشد، زیرا معظم امانتدار وقت است. این الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. خداوند در قرآن فرماید که بدرستی نماز از برای مسلمانان فرض وقتی است، با وقت مقیدش کرده است خداوند. معظم ضامن همین وقت است، همه از امانتدار وقت است. امام ترمذی روایت می‌کند از حضرت ابو هریره که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود الامام الضامن، امام ضامن است و المؤذن مؤتمن. معظم امانتدار است، امانتدار وقت است. بعد دعا کرد برای اون که این شخصی که ضامن نماز است و این شخصی که امانتدار وقت است گمراه نشوند. اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنین. پروردگار گفت امام‌ها را رشادت ببخش، امام‌ها را در راه اسلام درآور، مرتبه و منزلت را بلند کن، عقل و فراست را زیاد کن و پروردگار گناه مؤذن‌ها را بیامرز. به خاطر آنکه امانتدار وقت مردم هستند، امانتدار وقت نماز هستند. معظم باید بالاخره 10 دقیقه پیشتر خدمت کرد و استثنای نماز شام دیگر از آنها عادت باید در وقت شود.